یه عکس خیلی مهمه. اون آدمی که با کت و شلوار نشسته تقریبا وسط، اولا خود مردی که ایرانی می‌بینی صوت دوله قشقایی، یکی از بزرگان مثلا ایل قشقایی اون موقع بوده. کنارش دکتر نلیگانه. دکتر نلیگان پزشک سفارت انگلستان بوده در ایران، همراه با مثلا همراه با خود سفیر انگلیس در ایران، همراه با مکمورای رئیس بانک شاهی در ایران. اینا ستایی با هم اصلا یه تیم فوتبال درست میکنن با اونها تیم فوتبال انگلیسی های مقیم تهران. همینان آورندگان فوتبال بیشتر به تهران اینان. دکتر نلیگان انگلیسی که آورنده فوتبال، خودش هم فوتبال بازی میکنه و مدام هم ایرانی‌ها رو میبرن تو بازیاشون، چون توپ دارن، امکانات دارن، تیر دروازه میارن. نقل قول است دیگه، بچهای خدمت فوتبال بچهای فوتبال ایران چون توپ هم نداشتن، رفته یاد میگیرن که برن توپا رو اینا بگیرن دیگه بهشون پس ندن، با کلک‌های خاص خودشون که حالا تو زمان خودش تعریف میکنم اون داستان خودش رو. پس دکتر نلیگان هم یکی دیگه از آورندگان فوتبال به ایران حساب میشه. ببین نمیشه گفت که کدام شهر اولیه و چه کسی اولیه. همه اینها ما هم دوره با هم دارن ورزش رو به ایران منتقل میکنن. این عبدالحسین تیمورتاشه. نکته جالبی بود گفتید. نمیخوام تو بحثتون بیام، ولی این نکته جالبی بود که نمیشه گفت. واقعا نمیشه تاریخ رو تعیین کرد. مسجد سلیمانی ها ایراد نگیرن، تبریزی ها ایراد نگیرن، بوشهری ها ایراد نگیرن، مشهدی ها ایراد نگیرن، انزلیچی ها ایراد نگیرن، ارومیه‌ای ها ایراد نگیرن. همه این شهرها در آوردن فوتبال به ایران مؤثرن. همشون نقش دارن، همشون. آفرین به مسجد سلیمان، آفرین به خوزستان، آفرین به بوشهر، آفرین به بهمنی. در جذاب بوده که خیلی سریع آفرین به تیم نادری بوشهر. نکته شما اینه ولی نمیشه گفت کجا اول. واقعا نمیشه تاریخ رو تعیین کرد. ولی همه کشور در این فوتبال سهیمن. اینجا به این استادیوم الان همه تصور میکنن که مثلا برلینه، وسط آلمانه، ارتش نازی هم اونجا داره مثلا ورزش. این ورزشگاه جلالیه پارک لاله تهرانه. پارک لاله تهران یه پیست سوارکاری فوق‌العاده زیبا داشته که این همون پیست سوارکاری جلالیه است در امیرآباد تهران، پارک لاله فعلی، که این ورزشگاه توسط یکی از سران حکومت گذشته خراب شد، تبدیل به پارک لاله فعلی شد که خیلی اون موقع انتقاد کردن که چرا باید این ورزشگاه خراب بشه و تبدیل به پارک لاله بشه. حالا داستانش هم متفاوته که تعریف